آخری همین نوار ما گوش میکنیم که یک چیزی ساخته است. مرحمت دقت کنید. تاجیکستان با پیش. تاجیکستان با پیش. مرحمت کنید. تاجیکستان با پیش. این مسخره بازی را من میگم بس کنین، حالا هم بس کنین. این رای حل نیست. من باز هم در همه عقیده هستم که زیادتر من امروز تمسکر میکنم بالای مرز بومی وطن. یک ماه پیش یک ماه زیادتر بود در مسئله مرزی ما برگشته بودیم، صحبت کرده بودیم و از اون سیاست های غلطی که در اونجا شده بود گفته گذشتیم. بعضی از هموطنان ایراد گرفتن که شما بجای اون که در این شب و روز بیاین در کنار حکومت باشین، درباره مردم باشین، مرز بومی وطن دفاع بکنین، اما از دور ایستاده شما با مقابل نظامی های ما حرف زدین، با مقابل برنامه هایی که اونها گرفتن و میخواستن از وطن دفاع بکنن حرف زدین. اول اینکه ما هیچگاه و در هیچ حالت خلاف خاک وطنی خود نیستیم و در هیچ یک نبرد ما هیچگاه یک اجنبی را، یک کشور بیگانه را طرفداری و دستگیری از اون نمیکنیم، در حالی که قضیه خاک وطنی ما در اونجا داشته است. اگر که هر یک شما دعوا از اون داره که ما وطن داریم، ما خاک وطن دوست می‌داریم، ما پاتریوتی وطنیم فلانیم، مطمئن باشین که دل ما هم برای او خاک وطن می‌سوزد و اون وطن مال ما هم هست. هر یک فرد مبارز، هر یک جوانی که امروز از وطن به وطن شد، رانده شد، نمیدونم دوری های دور رفت، آنها نیز حق زندگی در اون خاک دارند. آنها نیز به اندازه خودشان دعوا دارن که ما هم از این وطن دفاع میکنیم. اما منظور از این حرفای ما چی بود در رفتی آن برنامه هایی که داره رژیم رحمانوف پیاده کرد طولی چند روز و ما کمبودی های را حرف زدیم، ما اشتباه های او را حرف زدیم. ما گفتیم که نباید در سیاست خود مردم بیچاره را، مردم عادی را، مردم محلی را در دست سلاح بتین برین در مرز چکار بکنین، آنها را روانه بکنین و یک نواری بکنین ما با جناب عالی هستیم. این کارا را نکنین. ما براشون ساده تر، عادی تر فهماندیم که قضیه مرزی طول یک هفته و 2 هفته نشده است. ما مشکلات های مرزی زیاد داریم در رفتی سال. در یک سال چند بارا گاه های مردمی ما دزدیده می شود، چند افسر، چند سرباز تیر پناهنده می شود و چندین نفر هم از دنیا گذشت و آنها به نام و نشان شد. در هیچ یک جای، در هیچ یک چاره‌بینی، در هیچ یک نشست از آنها کسی ذکر نکرد. عین حال فامیل آنها، فرزندان آنها، همسرای آنها در کدام شرایط و چی زندگی دارن کسی حرف نمیزنه، چون حکومت ما با او اندازه غمخواری مردم نیست. ما از این گفتیم که پس نباید حکومت در سیاست پست خود مردم را قربانی بکنه. در مناقشه آخری که بین تاجیکستان و قرقیزستان گذشت با طور رسمی 19 نفر اگر خطا نکنم از دنیا گذشت. ولی تا امروز چرا هیچ جای دیگر رسانه های ما از او حرف نمیزنند؟ چرا در شبکه های تلویزیونی یک زندگی آنها را، خانه آنها را نشانه میتن که حکومت برای آنها چی کار میکنه؟ برای چی؟ چرا رسانه های فروخته شده رژیم رحمانوف بار از همسر او یک مصاحبه نمیگیره؟ فرزند او در کدام حالت قرار داره حرف نمیگیره، مصاحبه نمیگیره؟ ولی اگر یک نویره را نویرش از خشمندان رحمانوف باشه درباره کسی اگر 2 کیلو کارتوشکا بده رسانه ها ذکرش میکنن. چرا این کارا را نمیکنن؟ این چیزا را ما بارها گفتیم که سیاست رحمانوف مثل چی است؟ مثل اگر یک زنی را ما مثال بیاریم، یک زن اگر که پوست روش کمی گندم رنگ باشه که سیاه باشه، برای کمی آرا دادنش چیکار میکنه؟ از کسمتیک های خارجی استفاده میبره، کمی سفید میکنه، شاید کمی قلم میکنه، رنگ بار میکنه. طول چند ساعت است او رنگ بار و بعد از وقتی اون رو را شست و پاک کرد باز هم همو زنی قدیمه است، باز هم همو یکی سیاه رنگ بود، گندم رنگ بود، شاید روش داغ چیزی که نبود. حکومت رحمانوف مثل همین است، مثل همو یک زنی است که یک مدت کاسمتیک میکنه، رنگ و بار میکنه، در کوچه میبره نمایش میتیه و شاید گروه باور میکنه، قبول میکنه، اما کسانی با این زن همسایه هستن و کسانی که این زن خوب میشناسن میگن آخه بابا این زن چیکار کرده است؟ کاسمتیک کرده است، برای رنگ و بار کرده است در روش، خیلی زیبا میتونه. اما اگر که برای یک روز در خانهش مهمان شوی
برای داخل شوی ببینی میدونی که یک سیاه‌پوستش یک رنگ سبزی رنگ است، یکی یک روش پر از داغ است، دل و جگرش پر از سیاهی است و پر از غژلی است. این چیزا را یعنی که سیاست رحمانوف اگر ما به یک زنی همین گونه شباهت بتیم همین است دیگه. یک زنی فاحشه که در کوچه میبره خوش چقدر آرام و تارا میته، مثل همین است سیاست رحمانوف. مسئله مرزی ببینید، این توی چند روز گفتگوشونی داره میگذره. حکومت قرقیزستان رئیس کمیته امنیتش زود با رسانه ها حرف میزنه و با رسانه ها میگه که اینجا ما چی کاری را انجام دادیم. با طور مثال همین را بگذاریم. Я хотел бы дать информацию по поводу напряженности на границе с Таджикистаном. Это Чоңлайский район, село Карамык. Вот уже второй, третий день здесь происходит накопление сил, средств, возможностей двух сторон по оспариванию государственной границы. Мы со вчерашнего дня несколько раз встречались с представителем Государственной комиссии со стороны Таджикистана генерал-полковником Ятимовым. И первые встречи, которые мы проводили, не приносили никаких результатов. Вот сейчас по времени, бишкекскому времени, час дня, у нас завершились очередные встречи, очередная встреча, в результате чего мы приняли решение. Решение, совместное заявление, которое будет через 2 часа будет опубликоваться, 7-8 пунктов. 7-8 пунктов. Из этих, а какие пункты, что, какие решения приняты, я думаю, после того, как мы объявим совместное заявление, я думаю, общественность будет знать. А пока я скажу, что встреча завершилась результативно, в результате чего мы решили сразу же принять меры по отводу войск формирования на место постоянной дислокации. Здесь будет оставаться только погранслужба, то есть личный состав погранслужбы, который должны были нести здесь свою службу. Кроме погранслужбы никаких сил, средств здесь не останется. Я буквально сейчас дам команду, чтобы они уезжали на свое место постоянной дислокации. Кроме того, мы даем сейчас команду населению, чтобы население вернулось, возвращались на свои родные дома. خب این رئیس کمیته امنیتی قرقیزستان میبروین اصل قضیه برای مردم میرسونن که ما در کجا رسیدیم و داره چی کاری را انجام میدیم. درست؟ برای ما یک مصاحبه سید مومن یتیموف بیارین. بعد از اون که مجبوری خطی همی یک نواری در رفتن در اونجا چند دقیقه گپ زدن، بعدی از او یک مصاحبه را پیدا بکنین. فرقی نداره در کدام نهاد هست، در مسئله مرزی گپ زده باشن، در حالی که در اونجا ما چندین هموطنان خود از دست دادیم و حکومت در کدام تبلیغ است. نگاه کنید. مرحمت. حمایه مرز بومی وطن آماده ایم. می‌سزد خود را برای این وطن افسر کنم، دید بامگاه ستون از خاره و مرمر کنم. تاجیکستان هر وجب خاکت برای من عزیز، بهر حفظ مرز بومت سینه را اسپر کنم. اگر ما بدونم که همه چیز ساخته نیست، یعنی با طور مجبوری نیست، یا که یک گروه را جمع کردن گفتن شما همه کار را بکنید، میگم خوش به حال او جوانان وطن دوست، خوش به حالتون. اما آخری همین نوار ما گوش میکنیم که یک چیزی ساخته است. مرحمت. دقت کنید. تاجیکستان با پیش. تاجیکستان با پیش.
مرحمت کنید. توجیکستان با پیش. این مسخره بازی را من میگم بس کنین، حالا هم بس کنین. این رای حل نیست. من باز هم در همه عقیده هستم که وظیفه دفاع مرزی کشور با او شعار تاجیکستان با پیش ما با پیشوای ملت حل نمی شود. مسئله دیپلماتی است، مسئله سیاست است. شما با این میمون بازی چی کار را میخواین انجام بتین؟ این پیامک های شما باز هم خونی چندین نفرها در اوجا میریزونین. اصلا من از این پیامک ها یک پیغام خوب نمیگیرم. واقعا من باز هم در همون نظرم که حکومت رحمانوف باز هم به این احمقی که داره انجام داده است، باز هم چندین نفرها در اونجا قربان میشه اگر واقعا مشکلات ها زیاد شدن بگیره. طولی چند هفته اخیر حکومت قرقیزستان تمرین های نظامی کرده است در مرز. خب نظامی ها رفت آمد دارن، تانک ها و دیگر صحبت های خودشان انجام داده ایستادن و مردم خوب نیست، مردم بیدار است، مردم حرف زده است در مقابل کشور حکومتش در مسائل مرزی را دیده است. مردم یعنی خدای نکرده چون حکومت از مردم ترس داره، یک شب میبینه که مردم بلند میشن میبیاد نیمی واروخ تیرباران میکنن، ولی حکومت ما در برابر این کار دفاع او مرد چی کار انجام داده است؟ این یک چند نفر جمع کرده است، ما با شما پیشوای ملت، در حالی که انا همو پیشوای ملت بود که خاک وطن فروخت، در حالی که انا همو رحمانوف بود خیانت به این وطن کرد. شما چگونه از شعار یک نفری که خیانت به خاک وطن کرد از او شعار دعوا میکنید و میخواین با او شما شعار شما وطن چیکار کنید؟ آباد کنید.